با فرارسیدن فصل تیرما و یکباره پست و بلند شدن حرارت هوا در تاجیکستان، شکایت‌ها از گرفتاری به بیماری بخصوص بیماری‌های راه‌های نفس در تاجیکستان زیاد شده است. امروز ما به صحبت یک پزشک آمدیم و او به شما میگوید که در چنین شرایط کدام قاعده‌ها را رعایت کنید تا از گرفتاری به بیماری خود و نزدیکانتان را امن دارید. خب در این شب و روز اصلا شکایت‌ها از گرفتاری به کدام نمود بیماری‌ها در تاجیکستان زیاد شده است؟ موسم تیراماه این خودش موسم خروجگیری بیماری خرانیکی می باشند. بعد لارینگ، تراخیت، خروجگیری برانخیت، سرایت شدید روی نفس با ماندن گیری بسیار میشن. سبب بسیار شدید این بیماری ها فصل تیراماه فصل تغییرآبی باد و هوا است. نمناکی زیاد میشود. باد و هوا در دوام روز میتواند که چند مرتبه تغییر یابد. گرم و خنک شود، بارانباری شود، باران نبارد. نورسایی روشنایی آفتاب، پست شدن ایمونیته، استرس سبب‌های اساسی پیدا شدن بیماری‌های مفصلی، یعنی اینکه بیماری‌های راه نفس، لارینگ، تراخیت سبب‌های اساسیش همینا میباشند. ساکنان در چنین شرایط باید کدام قاعده‌ها را رعایت کنند تا خود و نزدیکانشان را از گرفتاری به بیماری‌ها امن نگه دارند؟ راه پیشگیری تمام نمود بیماری‌ها این یکم طرز استعمال خوراک‌های سرخیزا، خوراک‌های سرویتامین باید در همین موسم مردم استعمال کنند. با آب و تاب بدن، با کارهای جسمانی، با درس‌های جسمانی مشغول شوند. در جای جمعیتی بسیار بدوباش کردن این یک سبب اساسی پنجشوی بیماری‌های سرایتی، یعنی که بیماری‌های همین موسمی میباشد. هنگام گرفتار شوی با بیماری‌های موسمی، با مثال با زکام با دیگر بیماری‌های موسمی خود معالجه نکنند و به نزد طبیب مراجعه کنند. هنگام خود معالجه کردن نادرست اگر معالجه کنند میتواند که همین بیماری‌ها آرزوهای خودشان در بدن همین آدم مانند. بیماری‌های راه نفس اساساً راه گذرشان راه هوایی قطرگی میباشد. با همین بیماری‌ها گرفتار شدن شخص باید در یگان حجره علاهیده زندگی کند و بدوباش کند که دیگر آدمان را از همین سرایت همین بیماری‌ها پیشگیری کند. علامت‌های این بیماری‌ها اساساً برای دانستن شهروندان بی‌حالی بی‌مداری، شاریدن آب بینی، سرفه‌زنی، عطسه‌زنی، بعضا وقتا میشود حرارت بدن بلند میشود، اشتها گم میشود. هنگام در خود مشاهده کردن همین نشانه ها هر یک شهروند خواهش میکنیم که به نزد طبیب شناسشان اساسا به نزد طبیب عائله‌ایشان مراجعت کنند و خود را و دیگران را از همین بیماری ها و عاقبت های بد همین بیماری ها امن نگه دارند. کودکان را پدر و مادرشان از همین بیماری ها امن نگه دارند و از پدر و مادران خواهش میکنیم که کودکان خود را به موادهای سرغذا تامین کنند، با آب و تاب دادن بدن و با کارهای درس‌های جسمانی بسیارتر فرزندان خود را مشغول نمایند.